که گفتیم میخوایم یه کاری کنیم که موقع خرید لباس وقتی یه عالم اطلاعات داری گیج نشی، بتونی در سریع‌ترین زمان ممکن بهترین لباس رو با بهترین قیمت تهیه کنی. خب الان میخوایم بیایم سراغ فاز دوم مدل کریستی ام بخش دوم. سلام، من سمن شریف هستم و میخوام در این برنامه در این قسمت بیام راجع به فاز دوم مدل کریستی ام بخش دومش صحبت کنم، یعنی دیتا اندرستندینگ. ویدیوهای قبلی ما یه کوچولو راجع به انواع داده ها، فهم داده ها صحبت کردیم و گفتیم که ردیفای داده ای چیه، ستونامون چی هسته، نوع دیتابیس هامون چی هست و یه سری اطلاعات دیگه که میتونید ویدیو قبلی رو بهش مراجعه کنید و ببینید. الان میخوام بقیه بخشای فهم داده ها رو راجع بهش صحبت بکنم. ببینید توی بخش فهم داده ها ما یک سری مواردی داریم که خیلی مهمه، مثل اینکه شما باید داده هاتون صحیح باشن، داده های دقیقی داشته باشید، داده ها درست جمع آوری شده باشن. خب یا اینکه ممکنه دیتابیس شما همش توی یه دونه جدول که نباشه. خب ممکنه شما از منابع مختلفی دیتا رو جمع آوری کرده باشی، یکیش از گوگل شیت باشه، یکیش یک فایل اکسل دیگه باشه، یکیش از کمپینات باشه که تو ویدیوهای قبلی گفتم. خب اینا رو باید به هم متصل کنید دیگه که بحث یکپارچگی داده ها مطرح میشه. یک پارچگی داده ها رو فقط الان یک اشاره خیلی کلی بهش میکنم که ممکنه یک سری اصطلاحات رو گهگداری شنیده باشید، مثل روابط یک به چند، چند به یک، یک به یک که توی اتصال و ارتباط جداول پایگاه داده راجبش مطرح میشه. این فقط گوشه ذهنتون داشته باشید، حتما بعدا راجبش کامل توضیح میدیم، با اینکه با شکل رسم میکنیم و بهتون کاملا توضیح میدیم به چه صورته. خب میریم سراغ یه بخش خیلی مهم، بحث شناسایی نوع داده ها. وقتی میخوام نوع داده ها رو شناسایی بکنم باید بدونم که داده ها کلن انواع اقسام مختلف دارن. سطوح اندازه‌گیریشون با هم فرق میکنه. ممکنه گسسته یا پیوسته باشن، متغیر وابسته یا متغیر مستقل باشن. خب حالا میخوام دونه دونه راجبش توضیح بدم. اول میرم سراغ نوع داده ها. وقتی میگم نوع داده باید ببینم که داده های من عددن یا عدد نیستن. اگه عددن، عدد صحیحن، یعنی مثلا 1 2 3 4 بینشون چیزی نیست، یعنی که نه عدد اعشاری هستن. خب مثلا نرخ کلیک یه چیزی هستش که عدد اعشاری هستش، ولی یک سری اعداد عدد صحیحن، اصلا بین شما نمیتونی به عدد دیگه قرار بدی. مثل اعدادی که توی طیف لیکرت توی پرسشنامه تعریف کردن ما در نظر میگیریم، میگیم گزینه 1 مثلا خیلی کم، گزینه 2 کم، گزینه 3 متوسط و موارد دیگه. خب پس یا داده ها عدد صحیحن یا داده های عدد اعشاری هستن، یا اصلا ممکنه عدد نباشن، داده ها رشته‌ای، متنی یا استرینگ باشن. همه این سه تا اصطلاح ها ممکنه بشنوید. خب یا اصلا هیچ کدوم از اینا نباشه، تاریخ باشه، دیت باشه، تایم باشه. پس این شد انواع اقسام داده هایی که ما داریم. خب این شد نوع داده. میریم سراغ مرحله بعدش. باید مشخص کنید سطوح اندازه‌گیری داده‌های شما به چه صورته. اینجا یکم ممکنه که زیرشاخه‌های مختلف داره، یکم باید دقت بیشتری داشته باشیم. ببینید وقتی می‌خوای سطح اندازه‌گیری داده‌هات رو شناسایی کنی، چرا مهمه؟ به خاطر اینکه اگر اینجا مخصوصا در این مرحله داده‌هات رو اشتباه سطوح اندازه‌گیریش رو مشخص کرده باشی، ته ماجرا می‌خوری به یه ارور بزرگ توی الگوریتم‌های یادگیریت که کلی تلاشی که کردی، زمانی که گذاشتی، هزینه‌ای که کردی هدر میره. خب حالا یعنی چی سطوح اندازه‌گیری داده؟ ما 2 تا بخش مختلف داریم. داده‌های من توی این مرحله سطح اندازه‌گیریشون یا طبقه‌ای‌اند، یعنی کاتگوریکال هستن، یا نامریکن، یعنی عددی هستن. پس طبقه‌ای و عددی، یا کاتگوریکال و نامریکال. حالا خود اینها چند تا بخش مختلف داره، یعنی زیر شاخه های مختلف داره که همشون مهمن. این زیر شاخه ها که میگم چرا؟ به خاطر اینکه تو انتخاب الگوریتم های یادگیری ماشینی شما اینا تأثیر دارن، مهمه، بر اساس اینها باید بیای انتخاب کنید. بریم سراغ اول متغیرهای طبقه‌ای. متغیرهای طبقه‌ای خودشون 2 تا بخش مختلف دارن، یا متغیرهای اسمی هستن، حالا اصطلاحاً بهش میگیم نامینال، یا اوردینالن، یعنی ترتیبی. پس شد ترتیبی یا نامینال، یعنی اسمی. حالا برم سراغ متغیرهای نامینال یا اسمی. وقتی میگم یک متغیر اسمی هستش، مثلا جنسیت، خب زن و مرد،
یا مثلا مثلا نام استان، نام کشور، مثل رنگ، مثل نوع مثلا محصولت و پرتقال بزرگ کوچیک، همه اینها نامینالن دیگه، اسمی هستن، اسمن. این متغیر من که اسمیه ممکنه که یا باینری باشه یا نان باینری باشه. باینری یعنی چی؟ باینری یعنی دوتایی، یعنی فقط این متغیر من 2 مدل بیشتر نداره، جنسیت من یا زنه یا مرده. خب 2 تا گزینه بیشتر نداره، یا مثلا برای داشتن مثلا بچه، یا بچه دارد یا ندارد. یک کمپین یا موفق می شود یا موفق نمی شود. پس کلاً ذاتاً 2 تا مدل بیشتر نداره، باینریه. خب حالا همین متغیر باینری من، همین دوتایی من، یه زیرشاخه کوچیک دیگه هم داره. چیه؟ یا ممکنه سیمتریک باشه یا ای سیمتریک باشه، یعنی یا متقارن باشه یا غیر متقارن باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا متغیر من این انواعش، این گزینه‌های مختلفی که داره ممکنه نسبت به هم برتری داشته باشن یا نداشته باشن. مثلا اگه من دارم میگم جنسیت، یه متغیریه که کاتگوریکاله، فاز بعدی نامیناله، فاز بعدی باینریه، فاز بعدی اینه که سیمتریکه، فرقی نمیکنه، زن و مرده هیچ برتری نسبت به هم دیگه ندارن. یعنی حتی اگر بخوایم به این متغیر کاتگوریکال عدد اختصاص بدی، که تو خیلی از پرسشنامه‌ها ما می‌بینیم که این کارو انجام میدیم، اگه مثلا زن رو بذاری 0، مرد رو بذاری 1 یا برعکس، هیچ فرقی با هم دیگه نمی‌کنن. اون 0 و 1 یا اصلا 1 و 2 هیچ برتری نسبت به هم دیگه ندارن. خب پس این شد یه مدل متغیری که نامینال هستش، طبقه‌ای هستش، دوتایی هستش و متغیره. خب حالا بریم سراغ یه زیرشاخه دیگه از متغیرهای نامینال. یه متغیر دیگه مثلا جواب آزمایش یه بیماری، خب یا مثلا در ارتباط با داشتن بچه یا نداشتن بچه، موفق بودن کمپین یا موفق نبودنش. این هم باز میشه نامینال هستش، کاتگوریکال، اسمی، یعنی طبقه‌ای، اسمیه، دوباره باینری یعنی دوتاییه، یعنی شدن یا نشدن، بودن یا نبودن. ولی اینجا سیمتریک دیگه نیست، ای سیمتریک، یعنی با هم دیگه فرق دارن. اینکه یک کمپین موفق بشود یا نشود با هم فرق داره قطعا. اینکه یه خانواده بچه داشته باشه یا نداشته باشه با هم دیگه فرق داره. خب پس این هم شد یک نوع از متغیرها، یعنی یک مثال از متغیرهای کاتگوریکال نامینال که ای سیمتریک هستن و باینری هستن. اینو گفتیم. میریم سراغ دومین بخش متغیرهای کاتگوریکال، یعنی متغیرهایی که طبقه‌ای هستن ولی ترتیبی هستن، یعنی ترتیب داره بین گزینه‌های مختلفش. خب مثلا تحصیلات، شما تحصیلات که داری میگی مثلا لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، اینا به هم دیگه ترتیب داره، اولویت دارن به هم دیگه. یا مثلا فرض کنید مثل سطوح مختلف شغلی شما، مثلا کارمند، مثلا کارآموز، کارمند، کارشناس، سرپرست، مدیر و. خب اینا هم میشن متغیرهای اوردینال کاتگوریکال، یعنی ترتیبی طبقه‌ای. این کلاً شد متغیرهای کاتگوریکال. یک نوع دیگه سطح اندازه‌گیری متغیر داریم که بهش میگن متغیرهای نامریک، عددی، عدد و رقمه، مثلا درآمد، یا مثلا دمای هوا، مثل حجم خرید، مثل تعداد خرید. خب اینا عدد و رقمن و این عدد مفهوم عددی داره. خب اگه مثلا من جنسیت رو بیام 0 و 1 بدم، اون 0 و 1 درسته که من میگم عدده، ولی بازم متغیر طبقه‌ایه، چون اون عدد مفهوم عدد نداره، اون یکه هیچ مفهوم عددی رو نمیرسونه. خب ولی وقتی که میگم درآمد، مثلا درآمد 1,500، درآمد مثلا چه میدونم 2 میلیونه، 10 میلیونه، این عددا معنی و مفهوم دارن، نسبت به هم دیگه برتری دارن، خب ارزش دارن هر کدومشون. حالا این متغیرهای نامریک من 2 تا مدل مختلف دارن. یا توی متغیرهای من عدد 0 معنی و بودن و نبودن داره، مثلا درآمد، خب مثلا حجم خرید،
مثلا اگر حجم خرید یه شماره آیدی 0 باشه، خب یعنی نبودن خرید دیگه. خب یا مثلا اگر که درآمد من 0 باشه، یعنی اینکه خب درآمد نداره دیگه، طرف پس بنابراین شاغل نیست. خب یا اینکه ممکنه مثلا یه چیزی باشه که 0 توش نشون دهنده بودن و نبودن نباشه. خب مثلا همون دمای هوا. دمای هوا وقتی میگم 0 یعنی دمای 0 درجه دیگه. خب پس این هم شد انواع و اقسام سطوح اندازه‌گیری داده ها که دوباره میگم 2 بخش بود: کاتگوریکال و نامریک، عددی یا طبقه‌ای. حالا میرم سراغ بخش دیگه از انواع داده ها که توی ویدیوی بعدی راجع بهش صحبت میکنم. ویدیوهای بعدی ما رو همراهی کنید.